عزاداری ماست به خاطر ای که ما و شما یک مجلس داشته باشیم. من میرم که میزبان مهمانای بیرونی و داخلی ما و شما در خانه باشیم. مراسم انجام بکن. دعوتم به تمام نسل جوان اینه میسته که تا وقتی که دشمن نفس میکشه بخواه که سر خانه و آبادی و آزادی ما تو حمله کنه، مثل اونمو قهرمان میلیون مجاهدین دیگه از جان خود تیر هستیم، از خاک و ناموس خود تیر نیستیم. سلامت باشی برادران، خدا حفظتان بکنه. من تشکری میکنم از احساس پاکتان، از احساس فوق‌العاده تان. انشالله امرای مجاهدین، امرای قماندان سیبا و در رأس همه ما علمای جید کشور ما انشالله خدا بخواید مقاومت ما را، ایستادگی ما را رای احمد شاه مسعود زنده کردیم و